یک دو سه چهار مهر باشلار. سلام دوستان، ما اومدیم با عرفان یو 7068. خوش اومدید به پیج خودتون و به یک پاکدشت نه پادکست. به یک پادکست موضوع پاکدشت. من جلوش گرفتم، گفتم وایسا. آره می‌خواستم بگم پاکدشت. به یک پادکست دیگه با رادیو عرفان. خوش اومدید به یک رادیو عرفان دیگه از اثر. آره خب بچه‌ها، اولش گفتم که یه دقیقه با هم صحبت بکنیم. خیلی ممنون از کسای عزیزایی که میان برای ما کامنت میذارن، حالا چه مثبت چه منفی ها ما رو بزرگتر میکنه و مثبتاش ما رو آگاهتر میکنه. بزرگتر منظور که خیلی به اون انگیزه بیشتری میده، جدا از اینکه مثبت‌ها خیلی خوبه، ولی خب منفی که نبوده، بیشتر نظر بوده. این نظراتتون باعث شده که ما یه خورده ازتون ایده بیشتری بگیریم، انرژی بیشتری بگیریم و بتونیم دوباره برگردیم به میادین. مرسی از انتقادهای قشنگتون که خیلی قشنگ ما رو نظر میدید در موردمون. و اینکه یه چیزی میخواستم بگم، انگار که چند دسته تبدیل شدیم بچه‌ها. مثلا ما وقتی که میایم یه داستانی رو تعریف بکنیم، یه سری میان میگن که مثلا حالا چرا چالش، چون ما ببینید هم چالش داریم، هم آشپزی داریم، هم برای پت سگوربای نازنین توی خونه هاتون داریم، بعد دسر و این چیزا داریم. حالا یه جورایی مثلا ما برای اینکه همه هم داشته باشیم، برای یه سریا خب میایم آشپزی میذاریم، میگه چرا مثلا قصه تعریف نکردین. من مثلا منتظر قصه هاتون بودم. یه سریا میان میگن که وای چرا قصه تعریف میکنید، مثلا آشپزی بذارید. یکی دیگه میاد میگه چرا در مورد پتاتون دیگه صحبت نمیکنید. به خاطر همین ما داریم الان اتفاقا ما ولاگ آشپزی آماده رو داشتیم. درسته. آره دسر داشتیم، دسر آماده رو داشتیم، ولی به خاطر خیلی از عزیزامون که اومده بودن گفته بودن که داستان تعریف بکنید، بعد منم اتفاقا راحت ترین چیز برای من همین داستان تعریف کردنه بود. منتها گفتم که اشکال نداره. آره واقعا منم خیلی خوبه. گفتم که اشکال نداره. حالا من پس چون چند روزم هستش که الان داستان رو تعریف نکردیم، داستان تعریف میکنیم، بعد دوباره حالا ولاگ آشپزی رو میذاریم. بچه یه چیزی من بگم این وسط، ببخشید وسط حرفت پریدم، این که چون ما تا اینجای کار، تا قبل اون ویدیوی آخری که گرفتیم در مورد این که شاید این پیجو یه خورده سبکترش کنیم، یه خورده کمتر بهش رسیدگی کنیم، تا قبل اون هیچ کس نمیاد به ما نظری بده. یعنی چرا کم بودن بچه ها، زیاد نظری نمیدادن، بیشتر حالا یا می اومدن میگفتن که خیلی قشنگ بود و اینجور چیزا. خب ولی کسی نمیومد بگه که مثلا من از این قسمت راضی بودم یا از اون قسمت ناراضی بودم، یا اینکه مثلا دسرتون خیلی عالیه یا قسمت داستانای رادیو عرفان خیلی خوبه. بعد از اون ویدیوی آخری که ما گذاشتیم و یه خورده اومدیم گفتیم که آره مثلا شاید این پیج رو یه خورده کم رنگ تر توش کار کنیم، البته پیج بعدی رو دیگه نزدیم. بعد از اینکه دیدیم خیلی کامنت ها اومد که مثلا بچه ها گفتن که آره ما مثلا از قسمت رادیو عرفان خیلی راضی بودیم، یکی گفت من راضی نبودم، یکی گفتش که ما از دسر راضی بودیم. یعنی همونایی که توی رادیو عرفان راضی بودن، یه سریا میگفتن چرا انقدر شوخی و خنده میارید توی قصه‌تون. آره. یه سریا میومدن میگفتن ما فقط به خاطر همون شوخی و خنده هاست که میایم نگاه میکنیم. خب بچه خب من حقم کسل کننده هم میشه. من اصلا حقو به همون میدم که با شوخی و خنده راضی خوشحال‌تر بود. چون بچه‌ها ببینید، من یه جورایی داستانم مثل حالا شهرزاد قصه گو نبودش که بیام یه داستان جدی رو تعریف کنم. درسته اون داستانی که داریم میگیم حقیقت داره، ولی تو قالب شوخی و خنده است. یعنی یه جورایی که ما خود داستان ما سعی می‌کنیم زیاد شوخی نکنیم. ما خودمون، یعنی ما می‌خواستیم با هم دیگه که اونم حوصله شما رو سر نبریم. ما با هم در کنار شماها باشیم، حالا صحبت بکنیم، شوخی بکنیم، بگیم، بخندیم، یه داستانی هم اینجا داشته باشیم تعریف بکنیم. اینو برای عزیزایی میگم که یه سریاش اومده بودن مثلا میگفتن که چرا اینقدر داستان گفتن تو طولانی میکنی، چرا اینقدر مثلا حالا بینش حرف میزنین، شوخی میکنی، دنبال مثلا کلمه‌ای میگردید و فلانه. خیلی نظرات قشنگی بهمون گفتید، ممنونم از نظراتتون.
نظر لطفتون بود. و اینکه میخواستم بگم ماهیت قصه گفتن ما. اتفاقا من خودم مامان خودم هم حتی میگفتش که مثلا اگر داری داستان رو تعریف میکنی خب سریع قصه رو بگو دیگه. گفتم نه آخه من حالا سعی میکنم قصه رو بگم، سعیدم قول میده یه ذره آروم تر بشینه، ولی ماهیت قصه گفتن بخش رادیو عرفان ما خیلی تو قالب مثلا قصه گفتن جدی نیست، چون اصلا کلا پیج ما پیج جدی نیستش، خیلی فان و دور همی و خودمونیه. مثلا شفتیم میدونی. آره خلاصه که گفتم که در هر صورت کل و لجمعین ممنون از نظرات لطفتون، خیلی بیشتر به ما انگیزه دادید با نظراتتون، با کامنتاتون. و اصلا ما قرار بود این پیج رو یه روز در میون دو روز در میون براش پست بذاریم که یه پیج دیگه بزنیم، که دیدیم نه با حجم زیادی از پیام‌های شما عزیزان روبرو شدیم که نه همین خوبه و دیدیم من خب داریم یواش یواش داریم پیشرفت میکنیم، شاید نرسیم که هم اونو داشته باشیم هم اینو داشته باشیم. سعی کنیم تو همین دوباره ادامه بدیم، تمام تلاشمون رو بذاریم روی همین. خلاصه که دوستتون دارم، مرسی که با مایید، از همتون ممنونم، حالا هم بچهای رادیو عرفان، هم بچهای آشپزی، هم بچهای پت شاپیمون، کلا که چالشیامون. خلاصه که ما همتون رو دوست دارم و امیدوارم که بتونیم زور بزنیم همه رو راضی نگردیم. شما هم یه کوچولو خود مهربون باشید دیگه، چون میگم مثلا یکی میومد میگفتش که شوخی نیارید توش، یکی میومد میگفت نه من به خاطر همین شوخی‌ها دارم نگاه میکنم، بعد اینجوری دیگه یا مثلا یکی میگفت چرا آشپزی رو نمیذاری، یکی میگفت پس چرا قصه تعریف نمی‌کنی. خب بعد من دیگه نمیدونستم الان باید مثلا چیکار بکنم. سعی داریم میکنیم که بتونیم آره همتون رو راضی نگه داریم و امیدوارم که بتونیم. خلاصه این از این یه توضیحی که باهاتون داشتیم. آره و حالا بریم سر داستان قصه این دفعهمون. یه داستان قتل زنجیره کره‌ای هستش و این سری میریم سمت کره دیگه، از جای دیگه و مخصوصا ایران اومدیم بیرون. آره داریم میریم کره. روانشناسی هم خیلی شغل سختیه. آره توی ایستگاه پلیس یه پسر بچه 7-8 ساله‌ای رو میبرن تا روانشناسیش بکنن. تماسی چیزی دریافت نمیکنن. آره میکنن. آره وسطا شروع میکنن بعد میگم اونجا و یه پسر بچه رو میبرن میشه روانشناس و هر کاری که پلیس پیداش کرده بودن دیگه گوش کنی متوجه میشه توی ایستگاه پلیس یه پسر بچه‌ای رو که خیلی حال بدی هم داشته رو میبرنش توی ایستگاه پلیس و روانشناس وقتی اونو میبینه هر کاری که میکنه که بتونه با این بچه صحبت بکنه و سر حرف وا بکنه میبینه نمیتونه و بچه فقط ترسیده و گریه میکنه و خیلی حال بدی داره و دکتر بهش حق میده و میگه که اصلا تو کاملا حق داری با من حرف نزنی، هیچ مشکلی نداره، من درکت میکنم، خودتو اذیت نکن، اصلا من برات غذا سفارش میدم و تو فقط بشین غذا تو بخور، هیچ مشکلی نداره، اصلا هول نباش و ناراحت نباش. و وقتی که براش یه دونه ساندویچ همبرگر میگیره و این غذا خوردن و پیشنهاد غذا دادن به بچه یکی از تکنیک های دکتر بوده و وقتی که غذا رو ساندویچ رو میده بهش یه صحنه خیلی عجیبی میبینه و متوجه میشه که بچه همبرگر رو به 5-6 قسمت تقسیم کرد و یه تیکه کوچیکش رو برداشت، مابقی ساندویچ رو یه مشماش پیچید و گذاشت کنار رو شروع کرد یه تیکه از اون تیکه همبرگری که کنده بود و شروع کرد به خوردن. وقتی این صحنه رو میبینه سریع میره بیرون و با نیروهای پلیس صحبت میکنه و میگه که من سریعا باید با پدر مادر این بچه ملاقات داشته باشم و از خوردن غذای طرز خوردن غذای این بچه من متوجه شدم که مدت‌های طولانی این بچه تو خونه تنها میمونده، مثلا 1-2 هفته 3 هفته تو خونه تنها میمونده و با این سن کمش یاد گرفته که غذاش رو جیره بندی بکنه تا توی روزهای بعدی گشنه نمونه و من باید پدر مادر اینو ببینم. حالا چرا اصلا این بچه اینجاست و داستان چی بوده؟ یه ساختمونی بوده که یکی از واحدهای این ساختمون به شدت بوی تعفن میداده، وحشتناک، جوری که تمام همسایه‌ها آسه شده بودن از این داستان، ولی خب کاری هم دستشون بر نمیومده. همیشه هم هی با هم دیگه جمع میشدن و قرار میذاشتن که تا مثلا یه کاری بکنن ولی موفق نمیشدن و به مدیر ساختمون هم میگفتن. مدیر ساختمون هم گفت تو اگر کسی از تو این خونه دیدی یا خانم این خونه رو دیدی سلام منم بهش برسون.
خلاص موفق نمیشدن. ولی خب دیگه آسی کرده بود این بوی گند دیگه، ساختمون رو نه محله رو دیگه آسی کرده بودش. همسایه بالای این واحد آقای کیم بود. آقای کیم آره کارداشیان؟ نه کارداشیانشون نه، کیم خالی. آقای کیم یه روزی یه روزی آقای کیم یه روز قشنگ میخواد رشته افکار من پاره کنه، شروع داره میکنه. بعد به من میدونی چی میگه؟ حالا من عذرخواهی میکنم واسه حرف زدن قصه گفتنمونم. میگه تو بیا بنویس من اگر کر میریزم وسطش یادت نره. بعد میگه نمیگه من دهنمو ببندم. بعد گفتم پیشنهاد میده چیکار بکنم برای اینکه مثلا هرس میخواد بده. داشتی میگفتی کیم کارداشیان آقای کیم یه روز علیرغم میل باطنیش توی خونه که بوده متوجه صدای گریه یه بچه‌ای میشه. آره و وقتی که میره همون طبقه جلوی بینیشو میگیره و نزدیک در واحد میشه و متوجه میشه که آره دقیقاً از تو همین خونه صدای گریه یه بچه داره میاد. وقتی که در میزنه میبینه که یه پسر بچه داره گریه میکنه و میگه که تو رو خدا زنگ میزنید به مامانم. ولی آقای کیم بهش میگه که من شماره مامانتو ندارم، در رو وا کن، شمارهشو بده من زنگ بزنم به مامانت بیاد. ولی خب صدا قطع میشه و کیم موفق نمیشه و میره بالا. منتها 1-2 ساعت بعد دوباره میبینه صدای گریه داره میاد و باز میره جلوی در واحد و هرچی در میزنه کسی در وا نمیکنه. میبینه خب موفق نمیشه، برمیگرده میره بالا. ولی خب این صدای بچه کاملا رو اعصابش بوده و تمرکز هیچ کاری رو بهش نمیداده. ولی خب بالاخره سر میکنه و فردا صبح هم میبینه که دوباره اون صدای گریه داره میاد و هر کاری میکنه موفق به این که ببینه کی پشت اون دره نمیشه و دیگه داشته نزدیک روز سوم میشده که آقای کی میره به همسایه ها میگه که بابا من 2 روز تمام نزدیک به 3 روز دارم صدای گریه بچه توی این خونه میشنوم، بیایم بریم یه کاری بکنیم، شاید یه اتفاق افتاده توی این خونه اینقدر بوی گند میاد. و همه همسایه ها جمع میشن میرن جلوی در اون خونه و صدای گریه بچه رو میشنون. ولی خب متاسفانه در بسته بوده و نمیتونن در وا بکنن. یکی از همسایه ها میاد میگه حالا چیکار کنیم چیکار نکنیم. یکیشون میاد یه خانومی از اون همسایه میاد صداشو عوض میکنه و یواشکی به اون بچه‌ای که توی خونه بوده میگه که من مامانتم، در وا کن من کلیدامو گم کردم. صدای گریه قطع میشه و یکی میاد انگار که دستگیره رو وا بکنه ولی متاسفانه در قفل بوده و دوباره اون بچه شروع میکنه به گریه کردن و میگه که در قفله. همسایه دیگه خیلی میترسن و از ترس اینکه اتفاقی نیفته با شماره اورژانس خود کره تماس میگیرن و وقتی که پلیس شمالی بود جنوبی وقتی که پلیس وارد قضیه میشه اونا هر چی تلاش میکنن در ورودی رو نمیتونن وا بکنن و سریعا زنگ میزنن به نیروی پشتیبانی و نردبون میارن و میگن که بذارید از بالکن خونه وارد خونه بشین. وقتی که وارد بالکن میشن بوی بد داشته خفشون میکرده و متاسفانه درای بالکن هم قفل بوده و نردبون میذارن تا بتونن که ببینن از پنجره ها میتونن برن داخل خونه. ولی تمام در پنجره ها هم قفل بوده و یکی از پنجره ها قفلش خراب بوده و اون افسر پلیس احتمال داده که من مثلا شاید بتونم از این پنجره که قفلش خرابه وارد خونه بشم و واقعا موفق هم میشه. ولی وقتی که پنجره رو وا میکنه انقدر بوی گند میخوره توی صورتش که اصلا یا میاد پشیمون بشه که بره مثلا توی خونه و حالش بد شده. ولی خب صدای گریه اون بچه این عزمش جذب میکنه. آره این عذاب وجدان رو بهش میده که من باید بچه رو توی این بوی گند نجات بدم که حتی اصلا درخواست لباسای مخصوصی که ماسک دارن از اونا میکنن، اینقدر بوی تعفن میمده. وقتی که وارد خونه میشه اون مأمور پلیس با یه صحنه خیلی وحشتناکی روبرو میشه. توی خونه تا سقف پر بوده از آشغال، و تمام حشرات و سوسک و کرم و اینجور چیزا توی اون کثافت ها وول میزدن و وحشتناک بوی تعفن آوری میومده.
وقتی که این افسر پلیس سریع آشغالا رو کنار میزنه، وارد یه اتاقی میشه که یه تشکی روی زمین بوده که رنگ این تشک سیاه شده بود، انقدر کثیف و لجن بوده و یه پسر بچه خیلی کوچیکی روی اون نشسته بود که میشد حتی استخونای اون بچه رو شمرد، که همون پلیسی بوده که همون بچه‌ای بوده که پیش روانشناس بوده. تماس رو اونجا گرفتن با پلیس. اون که دیگه خودشون پلیس بود که نه همسایه‌ها زدن به پلیس دیگه، زدن به اورژانس، دستشون در نکنه چیز به اورژانس کره. خلاص توی این داستان هم تماس داشتیم با نیروی پلیس. خدا خیرشون. خلاصه خیلی سریع پیگیری میکنن که ببینن داستان چی بوده و پدر مادر این چیه. به گفته یه خود اون روانشناس وقتی که درخواست میکنه که من با پدر مادر اینو ببینم، پیگیری میکنن که سریعا پدر مادر این بچه پیدا بشه. پلیس وقتی که بچه رو منتقل میکنه به اداره پلیس، سریعا برمیگردن دوباره به همون مکان، برای اینکه این پلیس بوده که کاملا متوجه بوده که شاید بقیه نفهمن، ولی این بوی تعفن بوی جسدیه که در حال تجزیه شده است. مردم عادی احساس میکردن بوی کثیفی و آشغاله، ولی پلیس در جا متوجه شدش که این بوی کثافت لابلای این بوی گند بوی جسدیه که در حال تجزیه شده است. سریعا اقدام میکنن، وارد خونه میشن، تمام خونه رو زیر و رو میکنن، لای آشغالا رو، و وقتی که وارد آشپزخونه میشن متوجه یه سطل بزرگ کیمچی میشن. چی؟ کیمچی. چیه؟ کیمچی یه نوع ترشیه که کره‌ای‌ها میخورن. متوجه یه سطل بزرگ میشن و خیلی تعجب میکنن. چرا؟ حالا چون یه ترشی خیلی معروفیه کیمچی توی کره، منتها حالا پلیس مثل ترشیای ما، ولی پلیس خیلی تعجب میکنه برای اینکه این حجم از سطل بزرگ مخصوص رستوران هست، چون کیمچی طرز تهیه‌اش اینجوریه که مواد رو توی اون سطل یا توی قوطی‌های ترشی میذارن، توش سرکه و آب لیمو نمیزنن، خودش تخمیر میشه، بعد از 3-4 روز که اون ترشی رو انداختن تخمیر شد میذارنش داخل یخچال که حالا برسه اون ترشی. ولی خب سطل به این بزرگی توی خونه شخصی قاعدتا یخچالی نیستش که اینو توش جا بدن دیگه. در سطل رو که وا میکنن بوی تعفن خفشون میکنه و با بدبختی که نزدیک اون سطل میشن میبینن یه پتوی صورتی روی اون کثافت ها هستش. پتوی که میدن کنار میبینن یه مایه غلیظ کثافت‌طوری که توش انگار چیزی هستش توی اون سطل هستش و کاملا متوجه میشن از دارن بالا میارن. آره بویشو میتونن من احساس کنم. حتی فکر کن جنازه‌ای که آب انداخته، دیدی مثلا یه تیکه گوشت یه جا میمونه دیگه داستان رو تعریف نکنی، میشه آب میندازه، حالا فکر کن که دیگه یه جنازه بوده. سریع سطل رو با همه اون محتواش همون شکلی منتقل میکنن به پزشکی قانونی و سردخونه و وقتی که سطل رو تخلیه میکنن متوجه میشن که سطل هنوز خالی نشده و انگار که یه چیزی گذاشته بودن روی این سطل و زیرش هم چیزی هستش و وقتی اون چسبا و اون وسایل اون تختا و چسبا رو میکنن متوجه میشن که زیر اون سطل هم یک جنازه دیگه هستش. جنازه روی ماله مثلا 2-3 ماه پیش بوده و جنازه زیری مال یه چیز هلوش 10 سال پیش بوده. خب بچه ها وقتی که اون جسدا رو توی اون سطل ترشی بزرگی کیمچی پیدا میکنن حدس میزنن که شاید مثلا پدر مادر این پسر بچه باشه و مثلا حالا دوزی چیزی اومده توی خونه اینا و پدر مادرش رو به قتل رسوندن و گذاشتنش اونجا. ولی خب چیزی نمیگذره که متوجه میشن که نه اصلا اینطوری نیستش، برای اینکه جفت جنازه ها مرد بودن. سریعا با صاحبخونه اون خونه تماس میگیرن و قرارداد اون خونه اجاره بود؟ قرارداد اون خونه رو میارن تا ببینن که این خونه رو کی اجاره کرده و ما باشیم خونه اجاره میخ نمیزنیم بدی و اینا قتل هم انجام میدن. متوجه میشن که یه خانم 52 ساله‌ای به نام لیس جونگ اونجا رو اجاره کرده و
لیسه جون. آره و وقتی که حالا سوابقش رو در میارن متوجه میشن که لیسه جون 20 ساله که همسر قانونی آقایی به نام پاک هستش و پاکشون اینه کثیفشون چیه؟ و اینکه چیز میکنن سوابقش رو در میارن و وقتی که میزنن میبینن که سوابق همسر این خانم وقتی در میاد حالا نه تنها کمکی میکنه بلکه تازه حالا یه مقدار دو به شکشون هم میکنه و دورترشون هم میکنه از این قضیه. عکس خانومه رو که لیسه جونگو که همه جا پخش میکنن به عنوان اینکه مثلا خانومی با این مشخصات گم شده، اگر کسی پیداش کرده یا اطلاعی ازش داره با پلیس تماس بگیره و وقتی که سوابق لیسه جون رو پاک رو در میارن متوجه میشن که یه چیز هلوش در 12 ساله که همه چیش میاد بالا، سوابق بیمش، جایی که کار میکرده، مالیاتی که میداده، همه چیش، کارت بانکیاش مثلا همه این چیزاش میاد بالا، ولی متوجه میشن که 10 سال متوقف شده، یعنی نه حقوق دریافت کرده توی این 10 سال، نه مالیاتی داده، نه هیچی. وقتی که پیگیری میکنن متوجه میشن که خانم لیسه جون و پاکیه دارای فرزند پسری هستن که همین بچه بود؟ نه متاسفانه یه بچه دیگه بود پسرشون. الان شاید شما فکر کنید همین بچه که گرفتنش باشه پیداش کردن باشه، ولی نه، یه آقا پسر بالغ 27 ساله که از خودش یه خونه جدا داشته. وقتی که میرن پیش اون آقا پسر که از پدر مادرش سوال بپرسن، اون آقا خیلی هول میکنه و استراب میگیره و میگه که پیش خودش میگه که خدایا من که کار خطایی نکردم، از چی باید پلیس بیاد در خونم؟ حداقل خیلی وقتی که کار خطایی نکردم. پلیس ازش بازجویی میکنه و میگه که ما میخواستیم در مورد پدر مادرت باهات صحبت بکنیم اگر ایرادی نداشته باشه و اونم پلیسا رو دعوت میکنه به خونش و وقتی که ازش سوال میپرسن میگه که من پدر مادرم رابطه خوبی با هم دیگه داشتن، پولدار نبودیم، وضع مالی خوبی نداشتیم، ولی رابطه خوبی با هم دیگه داشتن. بعضی وقتا دعوا و چیزی هم بود بینمون، ولی خب در هر صورت زندگیمون داشت میگذشت تا متاسفانه قبل از اون اتفاق. وقتی پلیس بهش میگه که کدوم اتفاق، میگه که من تقریبا 12 سال پیش یه برادری داشتم که از توی راه مدرسه که وقت داشته میمده خونه فوت میکنه و میگن که پلیس میگه خب چرا مثلا ماشین بهش میزنه و اینا، میگه نه، یه کامیونی داشته از اونجا رد میشده که بار ماسه داشته و وقتی که داشته اونجا رد میشده حالا چپ میکنه چی میشه که ماسه ها تمام خالی میشن روی برادرم و برادرم زیر ماسه ها خفه میشه و دفن میشه و بعد از اون اتفاق خیلی بین پدر و مادر من مشکل ایجاد شد، برای اینکه مادرم تمام این چیز رو گردن پدرم میدونست، تمام این اتفاقات رو به خاطر پدرم میدونست، چون ما تازه به اون خونه نقل مکان کرده بودیم و به خاطر پدر مادر پدرم که خیلی پیر شده بودن، پدرم میخواست نزدیک اونا باشه و ما رفته بودیم به اون محل و وقتی این اتفاق برای برادرم افتاد مقصر اصلی رو مادرم پدرم میدونست، به خاطر همین خیلی بینشون مشکل ایجاد شده بود. بعد دکتر گفتش که و گفتش که بعد به خاطر این موضوع مادرم یه بیماری گرفت. ببینید بعضی از یه بیماری هستش حمله هم چیزایی اسمش، حالا نمیدونم دقیق، که شوک بعد از دست دادنه، یعنی یه شوکیه که اگر کسی رو دوست داشته باشی و از دستش بدی دچار این بیماری میشی. بیماریش هم اینجوریه که هیچ چیزی رو دیگه دلت نمیخواد دور بریزی و عملا خونت رو میکنی یه سطل زباله بزرگ، یعنی مثلا حتی ساندویچ میخوری آشغالش رو میذاری همونجا میمونه، مثلا چه میدونم دستمال برام داری صورت خوش میکنی همونجا میذاری میمونه. یه وسواس و بیماریه که این مدلیه. یه وسواس نمیشه، یه بیماری جمع کردن زباله است دیگه، هیچ چیزی رو دور نمیندازی دیگه. وقتی که میگه برادرم این اتفاق براش افتاد، مادرم دچار این بیماری شد و همین باعث شدش که توی اون 2 سال آخر خیلی به مشکل بخورن.
پلیس در جا حدس میزنه، میگه آها پس حتما اینا به مشکل خوردن. اون جنازه‌ای که مثلا پیدا کردیم مال چند سال پیش بابای همینه و مطمئن میشن که کاملا مثلا بابای همینه و اینا و حتما سر مشاجرهایی که داشتن به اینجا افتاده. میگه خب پلیس میگه که خب حالا چجوری مشکلشون حل شد با خونسردی که مثلا پسرم هول نکنه و اینا. گفت خب چجوری مشکل حل کردن؟ گفت نه حل نکردن، من یه روز اومدم و دیدم که به خاطر این مشکلی که مادرم پیدا کرده بود و کاملا خونمون شده بود سطل زباله، پدرم خیانتای پدرم شروع شد به مادرم و به خاطر همین خیلی مشکل دار شد زندگیمون و اینا. پلیس گفت خب پس چجوری مشکلشون رو حل کردن؟ گفت هیچی حل نکردن. یه روز من مدرسه اومدم خونه و دیدم پدرم برای همیشه ما رو ترک کرده. وقتی پلیس این مصاحبه رو با اون پسر میکنه خیلی ازش عذرخواهی میکنه که این خاطرات تلخ رو به یادش آورد و خداحافظی میکنن و میرن. ولی خب پسر خیلی بعد از اینکه پلیس رفت خودشو سرزنش میکنه که چرا مثلا من راستشو به پلیس نگفتم و چرا باز دوباره بعد 10-12 سال دوباره این اتفاق باید بیفته و این چیزا یاد من بیاد و من مثلا چرا نگفتم به پلیس و کمکی نکردم و اینا. و داستان از این قرار بوده که 10 سال پیش وقتی که همون 12 سال پیش وقتی که برادر این پسر میمیره، مادرش که دچار اون مریضی میشه، پدرش که شروع میکنه به خیانت کردن، مامانش وقتی که پسر از مدرسه میاد متوجه میشه که مادرش پدرش رو کشته و اون پسر با جنازه باباش روبرو میشه و میگه که مادرش میگه که آره من اومدم دیدم پدرت فوت کرده ولی الان نمیتونیم با پلیس تماس بگیریم، الان مثلا حال خوبی ندارم که به پلیس خبر بدیم، بیا کمک کن اینو بندازیمش توی این سطل کیمجی توی این دبه ترشیه تا من 1-2 روز به خودم بیام بعد به پلیس خبر میدیم. 1-2 روز بعد وقتی پسر به مادرش میگه که خب پس چرا الان به پلیس خبر نمیدین، میگه نه من اصلا الان نمیتونم خبر بدم به پلیس برای اینکه 2 روز از مردن بابات گذشته، اگر من الان برم به پلیس بگم برامون دردسر میشه، تو رو هم میگیرم میندازنت زندان، آیندهت کلا خراب میشه، به خاطر همین اصلا ولش کن نمیخواد بگیم و اینجوری میشه که بس بابا رو کشته. آره متوجه میشن که اینجوری بوده داستان. پسر میره به پلیس میگه؟ نه داستان رو تعریف کرده. تو فکر پسر رو داری؟ آره فکر پسر رو گفتم دیگه. فکر پسر رو داشت. آره داستان از این قرار بوده. وقتی که پلیس از در همسایه پرسجو میکنه که ببینن کی بوده چی نبوده چی بوده داستان، میگن نفر دوم کی بوده تو سطح کیمجی؟ الان بهت میگن که خب این خانم لیسه جون با همسرش که حالا الان اینجا جنازه‌شو پیدا کردیم 2 تا پسر داشتن دیگه، یکیشون که فوت کرده بود بچه بوده، یکیشون هم که رفتیم در خونش. پس بابای این کی بوده که الان پیداش کردیم؟ این پسر بچه 7-8 ساله که پیداش کردیم کی بوده؟ میرن از در همسایه تحقیق میکنن و این ور اون ور. همسایه ها میگن که بابای این بچه یه آقای بنگلادشی بوده. وات داره درونو میبره. آره همسایه ها میگن که بابای این پسر بچه یه آقای بنگلادشی بوده. اتفاقا خیلی هم توجه رو جلب میکرده چون چشای درشت و موهای فری داشته. ولی وقتی که این پسر به دنیا میاد همون اوایل ویزای این آقا تموم میشه و اینا رو ول میکنه و میره بنگلادش و این پسره با مادرش میمونه و مادره هم نذاشته بوده بچه مدرسه بره، حالا به خاطر اون توهمات و بیماری که داشته نذاشته بوده این بچه بره مدرسه و توی این 7-8 سال این بچه رو حبس کرده بوده توی اون خونه. دوباره خب پلیس میره تحقیق بکنه که ببینن بالاخره این جسد دومی که اون رو بوده برای کی بوده و اینا. دوباره میرن از همسایه‌ها تحقیق میکنن و اینور و اونور متوجه میشن که مثلا با همسایه تحقیق میکردن، همسایه میگفتن که خیلی آقاهای زیادی توی این خونه رفت آمد میکرد و اینا. حالا ما نمیخوایم قضاوت کنیم ولی خب خانم مثلا لیسه جون با آقاهای زیادی رفت آمد داشته و اینا، ولی خب کسی خبر از این جسد دوم نداشته و نمیدونسته که مثلا کی به کی و چه جوری و مثلا مال کی است و اینا.
ولی آقای کیم همسایه بالایی بود که صدای گریه بچه رو شنید. اون میاد به پلیس یه کمک خیلی بزرگی میکنه، چون پلیس دنبال آدما و کسایی که مثلا طی 1 سال گذشته توی اون خونه رفت آمد میکردن میگشته. اون آقای کیم یک کمک خیلی بزرگی میاد به پلیس میکنه و میگه که اتفاقا من یادمه که نزدیک به 1 سال پیش یه آقایی توی این خونه رفت آمد میکرده. اونم به خاطر چی؟ چون من خیلی تعجب میکردم که کدوم مردی حاضر میشه توی این بوی گند و کثافت بتونه توی این خونه زندگی بکنه. به خاطر همین من کاملا اون آقا رو یادمه. و وقتی که تحقیق میکنن و اینا متوجه میشن که دقیقاً اون سال که حالا این خانم با اون آقا هم رفت آمد داشته توی یه کارخونه آب روادسازی کار میکرده. قانون اول اون کارخونه این بوده که کسی با کسی توی اون کارخونه تو رابطه نره، دوست نشه، ازدواج نکنه. ولی انقدر این خانم لیسه جون با اون آقا زایه بودن که رئیس اون کارخونه میفهمه و اون آقا رو اخراج میکنه. وقتی اون آقا اخراج میشه خب لیسه جون میگه بیا با من زندگی کن. قسمت لیست زدن آب نباتا بوده لیسه جون. چرا؟ لیست میزد آب نباتا رو تست میکرد مثلا. نمیدونم حالا دیگه. بخاطر همین فامیلش گذاشتن لیسه جون. اسمش لیسه جون فامیلشه. نه اصلا لیسه جون اسمشه کلا، فامیلشو نمیدونم من. لیسه جون. آره. بعد شاید اون فامیلی ندارم. نمیدونم. فامیل ندارم. خسته شدی ساکت نشسته شروع کنه دوباره. خب سوال جدا توی شرکت چی؟ این همه من دارم برای داستان تعریف کنم. واقعا الان مثلا سوال کلیدی اینه که مثلا لیسه جون فامیلیش چیه، اسمش چیه؟ یه سوال دیگه داشتم کلیدی، خیلی کلیدی بود. نمیخوام بپرسی. گوش کن داره تمام شده طولانی میشه. آره بعد به خاطر اینکه حالا اون آقا رو اخراج میکنن میاد توی خونه این خانم زندگی میکنه. ولی خب چیزی نمیگذره که خب ببین اون آقا که دیگه هیچ درآمدی نداشته، لیسه جون مجبور بوده بره بیرون کار بکنه، خونه از خودش بوده و سرکوفتاش به اون آقا شروع میشه و این باعث میشه که خیلی با هم دیگه مشاجره بکنن و دعوا داشته باشن، بینشون دعوا بشه و به غیر از اون شرکت دیگه نبوده مرد بره اونجا سر کار. نمیدونم حالا تو اون چند ماه دیگه چیزی نمیگذره که دعواشون میشه. آره چیزی نمیگذره که دعواشون میشه و بعد اونو میکشه. من یادم نمیره داستانو بچه ها، ولی میخوام جوری تعریف بکنم که مثلا از هیجان داستان نره، وگرنه من الان کاملا میدونم با جزئیات و دیتیل کامل که اینا چجوری به قتل رسیدن، چی شده چی نشده، ولی نمیتونم تو مغزم پردازش کنم که کدومو کی بگم. میدونی چی میگم؟ وگرنه من یادم نمیره داستانو. الان بگو. چون از زوایای خیلی مثلا مختلفی این داستانا رو من میخونم و حالا میبینم و گوش میدم و مثلا میرم تحقیق میکنم در موردشون، نمیدونم مثلا کی و کجا کی بگن که جذاب بشه. پسرش هم خونده. بله بفرم. آره که متوجه میشن که آره بعد از این که حالا اینا دعواشون میشه این خانم قرص میگیره و میده میخوره اون آقا و میمیره و جسدش رو آره میکنه توی همون دبه ترشی که چیز بشه که حالا ترشی بشه. 10 ساله. نه دیگه این جسد رویه بوده. اون پایینی‌ها 10 ساله بود. شوهرش بوده که آره 12 سال بود دیگه. آره. یکی هم واسه یه 10 ساله بذاره فعلا 1 سالش هست. آره. بعد آقا تا داستان مشخص میشه سریعا مردم کره خیلی شاکی میشن که اقدام بکنید اینو پیدا بکنید، این یه جانیه فلان بیساره دیگه، خیلی پیگیر میشن و اینا متوجه میشن از دوربینای مداربسته که این خانم لیسه جینگ از کارخونه که اومده بیرون از شرکتش استعفا داده، همون روز که بچه پیدا شده از شرکت زده بیرون و استعفا داده و دیگه مفقود الاثر شده و هیچ جا نتونستن اینو پیداش بکنن، هرچی میگشتن نمیتونستن پیداش بکنن. بعد تماس‌های تلفن رو سریعا میارن دوباره مثلا بازبینی بکنن ببینن چیزی دستشون میاد، چیزی مثلا متوجه میشن اینا. توی تماس‌ها نگاه میکنن میبینن که یه تماسی مکرر، راست خط مال همون شوهر اولیه هم بوده ها،
توی تماسا مشخص میشه که یه شماره‌ای نصف شب چند بار با اون شماره تماس گرفته شده. گفته خب اگر قطعا باید آدم نزدیکی باشه که نصف شب باش تماس گرفته شده دیگه. و وقتی که پیگیری میکنن، وقتی که میرن جلوی در اون خونه که اون شماره نصف شب باش تماس گرفته میشده، یه آقایی لای در وا میکنه و خیلی محتاط صدا کوچولو وای حسود بعدی هم آره ماما شما هم بگی صدا میبده اینجا آره متوجه میشن که این آقا لای در یواشکی باز میکنه و میگه که صدا گل بالا شگوری منم ماشالله جگر مامان ماشالله حیات وحش عرفان یو 768 خوش چون اومدید. بچه اومد بچه ها اینجا باید الان رایکا هم میومد. آخ قربونت برم. خب برو داستانو بهش میگن که آره این خانم با این مشخصات رو میشناسید و اون آقا خیلی با استراب میگه که نه من اصلا این خانم رو نمیشناسم، من نمیدونم در مورد کی دارین صحبت میکنید و از این حرفا. و پلیس میگه که اوکی پس ما میتونیم بیایم خونه شما رو بگردیم و اون آقا میگه که نه اصلا شما حق دارین که بیاین خونه من رو بگردین ندارین و پلیس هم میگه اوکی باشه میره و اون آقا هم در رو میبنده. وای خدا. خب و 2 روز بعد پلیس برمیگرده. آره 2 روز بعد برمیگرده و میبینه این بار اون آقا دیگه لایه در رو باز نمیکنه، کل در رو وا کرده. و وقتی که پلیس بهش میگه که شما این خانم رو میشناسید، اون آقا اینجوری میکنه نه من اصلا این خانم رو نمیشناسم، اصلا نمیدونم کیه، اینجا هیچ کسی نیست. میدونی چی میگم؟ آره با اشاره میگه که یعنی برو بگیر. آره هی اشاره میکرده بچه اینجوری حواسم جلب جای دستای چرک سعید تو دیوار شد. ادامه بده. قطع کنم باید کار دارم. باشه ادامه بده. و اشاره میکرده به پلیس با اینکه بلند میگفته نه من از کسی خبر ندارم و نمیشناسم و اینا. رایکو برای این کارم ماما یه در وزنت بالا نیست و اصلا من خبر ندارم و اینا اشاره میکرده داخل منزل. پلیس تو سکوت آروم همونجوری که مثلا همکاراشون ادامه داشتن جلوی در میدادن به صحبت کردن، یکیشون آروم وارد منزل میشه و میره سمت همون کمدی که این آقا داشته. رایکو پامو لغت کردیم ماما. الان دوربین همون آقا داشته که اشاره میکرده و بگید نگرش داره دیگه نذار بره. الان میدونی که اون استوب میزنه اینجا همجا بذارش. الان میخواد بره دعوا. شما ادامه بده. اشاره کرده بود در اون کمد، میرن جلو در اون کمد. وقتی که در کمد سری وا میکنن میبینن که یه خانومی با لباسهای زیر اینجوری نشسته تو کمد. درجا شناسایی میشه و متوجه میشن که همون خانم لیسه جینک هستن. گوشیمو زدید تو شارژ اینجاش خراب بشه نکن. و سریعا دستگیرش میکنن و به اداره پلیس منتقلش میکنن. و وقتی به اون آقا میگن که چرا از اول پس این کار نکردی، تو که میخواستی لوش بدی چرا همون 2 روز پیش این کار نکردی، میگه که من ترسیده بودم و اون لحظه پشت در وایساده بود و من نمیخواستم که سرنوشتم ادامه زندگیم توی دبه ترشی کیمجی بره و سرسم کار نکردم. دیگه هیچی دیگه. پلیس که میگیرتش اصلا پدر آدمو در میاره دیگه. این خانم لیسه جینک چیز نمیکنه، اصلا با پلیس همکاری نمیکرد، اصلا گردن نمیگرفت. من اصلا اینایی که میگیدو نمیشناسم، اصلا به من ربطی نداره، فلان بیساره و خودشو زده بود به دیوونه بازی. ولی با تلاش‌های پلیس خیلی هم حرص همه رو در آورده بوده. ولی توی دادگاه از اینکه بازجویی میکنن آخر سر مجبور میشه که اعتراف بکنه و میگه که شوهرم که اصلا پیر بود خودش مرد. اون دومی هم که پیدا کردید جنازه دومی هم خارجی بوده. قانون کره اینجوریه که خیلی سختگیری نمیکنن برای خارجی ها.
یعنی یه کره‌ای اگر بزنه یک خارجی رو هم بکشه شاید مثلا یه بهش بگن بیادب، در این حده. بعد شک بیادبش خورد همون دیگه مثلا خواست اینجوری از بار چیزش کم بکنه که پلیس برگشت گفت چرا تو برد نگو اون سابقه‌شو در آوردیم، مثلا اون دومی هم که پیدا کردیم اون که 10-12 سال تجزیه شده ما فهمیدیم کی بوده، این که مال چند ماه پیش بوده، کره‌ای بوده، چرا چرت و پرت میگی؟ بعد باز میبینه نمیدونم، میگه خب باشه از اول میگم بهتون چیزه شوهرم که باز همونجوری که گفتم خودش مرد، اینم خودش مرد، اومده بود مست بود دارو خورد مرد. آره دیگه خلاصه هیچی دیگه بخوام حالا سرتون رو درد نیارم و طولانیش نکنم، همینجور داستانا رو تعریف میکرد دیگه که مثلا حالا قبل این کسی این بیاد اعتراف بکنه چی شده براتون داستانا رو تعریف کردم که همسر اولش رو که خودش کش کردش توی اون دبه ترشی کیمجی، اون آقایی که بنگلادشی بود و بابای این بچه بوده که پیداش کردن الان رفت بنگلادش جونش رو برداشت در رفت، اون آقای برگشته ننه مردم که روی سطح اون دبه ترشی کیمچی بوده، اون آقای بودن که با همگی توی شرکت آب نبات دوست شده بودن، بعد به خاطر این دوستیشون اخراج شده بود و چون چون لیس جون خرجشون میده با همگی دعواشون میشه، یه شب مست بوده و میاد خونه و لیس جون یه قرص رو بهش میده، قرص خواب بهش میده که اصلا اینقدر بزرگ نوشته بودش که با الکل مصرف نشه این قرص و آره اون 3-4 تا از اون قرصه میده بهش و وقتی پلیس بهش میگه که آقا ما فهمیدیم این داستانا رو دوباره جوری کنه نه خب من نمیدونستم که حالا این با این قرص میمیره که مست بود دعوامون شد، من برای اینکه دهنشو ببنده قرص بهش دادم که بگیره بخوابه، حالا فرداش با هم صحبت بکنیم دیدم مرد. بعد گفتن چرا با پلیس زنگ نزدیم؟ نه آره ترسیدن دیگه، حالا گفتم بذار ترشی بندازم باهاشون. خلاصه که لیس جینگ اول 24 سال حبس براش بریدم و بعد که دادگاهش رو عوض کرد، چون خارجی ها میتونن حتی دادگاهشون رو عوض بکنن و بگن کجا حالا مثلا دادگاهی بشن، بعد که دادگاهش رو عوض کرد درخواست داد و دادگاهش رو عوض کرد به فکر کنم 18 سال حبس محکوم شد. باز خیلی مردم چیز کردن چون گفتن که اگر مثلا لیس جینگ اگر زندان بیاد بیرون تو سال 2030 که از زندان میاد بیرون تازه زنه مثلا 60-70 ساله است و ممکنه باز هم آدم بکشه و خطرناکه، ولی خب حالا رأیی که دادگاه آورده این بوده و اون پسر بچه هم که الان کاملا تحت نظارت دکتر هستش و زیر تحت پوشش دولت هستش. دستشون درد نکنه دست همشون دولت. آره خلاصه که این هم از یک داستان کره اینجور چیزا. امیدوارم شرکت آب نباتشون همین گیر شرکت آب نباتی میخوای یه هرسی رو بدی ولی نمیدونی چی بگی. نه میخوام ببینم چه شرکتی بوده که این رفته اونجا آب نباتش لیسیده. کی گفته اصلا این میرفته آب نبات میلیسیده؟ برش بس فامیلیش لیس بوده. فامیلیش اسمش جینگل بس. نه فامیلیش اسمش لیس جینگه. حالا اسمش حتما یه دلیل داشته. چه عصبانی وای دیدی حرکتو داشتی؟ خیلی عصبانی هم غذامون سوزون آقا ما وسطش استوب کردیم بره آب غذا رو میذاره گفتم حالا که استوب زدیم تو رو خدا قهوه‌مون چی شد؟ من خوردم جدی خورد قهوه منو؟ جدا مرگ من خورد. من میگم گفتی آب بده دهنم از زیبر بابا آب بده من اینقدر از قهوه تو خوردم خب خودت خوردی خیر نبینی به خدا بچه من حواس ندارم میگم قهوه بده اسمش اینه که به خدا اسمش اینه میگم بده بعد یه دفعه سر برمیگردم لیوان قهوه‌ام خالیه به خدا همیشه کارش خدا حواس میخوره خودت میخوری. حالا اینو اصلا میخواستم بگم اینقدر پرش افکار دارم رفته برای من قهوه درست کرده دیدی از غذا داره میسوزه جسقاله میشه وای میگی من بلد نیستم. یعنی اصلا کودن‌ترین آدم روی زمین ببینه یه چیز داره رو گاز میسوزه یا اگر انقدر کودنه نمیتونه مفلوکه اعلام میکنه به یکی دیگه جنب کوف بخور الان یا اعلام میکنه یا خودش گازو خاموش میکنه. من اینجا نشستم ور 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 خودم دارم قصه تعریف میکنم
این رفت غذا، یعنی چون رو شعله کوچیکی گذاشته بودم، قهوه رو من رو همون شعله کوچیکی درست بکنه. ببین قابلمه رو از رو شعله کوچیکی ورداشته، قابلمه‌ای که توش غذا داشته جزغاله می‌شده ورداشته. یعنی نه که بگیم حالا اون گوش کن، نه اینکه حالا بگیم مثلا توی اون شعله اون وریه بوده ها که مثلا ندیده، رو همون شعله‌ای که خودش کار داشته قابلمه رو ورداشته، قهوه رو درست کرده، دوباره قابلمه رو گذاشته. ببین خدا شاهده یه انسان عادی اینجوری نیست، به قرآن اینجوری نیست. من از صمیم قلبم برات آرزوی موفقیت میکنم. دلم برات میسوزه. کجای کار مشکل بوده؟ چه واکسنی بوده نزدی؟ همون واکسنی که تو نزدی. چه واکسنی بوده نزدی؟ چه مثلا کروموزومی، چه سلولی جابجا شده توی مغز تو که اینجوری، یعنی اصلا نیست. دلم برات میسوزه. بچه‌ها خدا نگهدار. اصلا نمیخوام درد کنم. قصه‌مو گفتم تمام شد بچه‌ها. تا اینجا اونایی که دوست داشتن قصه رو گوش بدن تا الان گوش دادین، مرسی. ماچ به کلتون. حالا از این بعد میریم دردده، میریم برای دردده. ولی نه طولانی شد بچه‌ها، درد دوستتون داریم. بچه‌ها لایک و سابسکرایب یادتون نره. ممنون میشیم که بازم واسمون کامنت بذاریم، بهمون بگین چیکار کنیم. آخر ویدیو تو قسمت پیشنهاد یا براتون قصه های دیگه رو پیشنهاد میکنیم. مرسی از کامنت های قشنگتون، انتقادهای قشنگتون. ممنون میشیم ما رو حمایت کنید، لایک کنید، شیر کنید اگر خوشتون اومد و باز هم به ما نظر بدین که چه سبکایی رو بیشتر دوست دارید و چه مدلی دوست دارید و ما برای بهتر شدن پیجمون و برای بیشتر خوش اومدن شماها چه کاری میتونیم بکنیم. خداحافظ. ماچ به کلتون.